de sachten de tapping از توسط گایشتن. ساخت تپه دیگر توسط گایشمندان. De مصرفی از 20 گرم de شیرین de sachten de آنها با استفاده از مصرف 2 گرم شیره توانستند پسرفته ترین خودروی جهان را بسازند. خب اگه دقت کنین با این خودرو رو بر اساس طرحی از خودروی بتمن درست کردیم و سعی کردیم که تمام رخ کار شبیه خودروی بتمن باشه. در اینجا یه دونه پنکه نصب کردیم که برای مواقعی که راننده خودرو گرمش میشه پنکه رو روشن میکنه و دیگه گرمش نمیشه و خنک میشه. سرعت این خودرو هم تقریبا 1 کیلومتر بر ساعت هستش و چون که سرعتش کمه نیازی به ترمز نداره و میتوانید با استفاده از پا خودرو رو نگه دارید و قول میدیم که هیچ صدمه جانی نداشته و هیچ خطرناک هم نیست. ما با استفاده از یک پیکنیک و 2 گرم شیره توانستیم که برای یک راه حل یک مشکل درست کنیم و این را سپاسگزار هستیم و از خداوند متعال میخواهیم که What's your name is خودرو دو پسنجر رفت. آیا این خودروی پسرفته نامی هم دارد؟ ما بر اساس اینکه خودرو کارایی خاصی ندارد و به درد گوز خر هم نمیخورد ما نام آن را فرقون پلاس گذاشتیم. عرضم به حضورتون این خودرو برقی هستش و تقریبا 1 هفته تا 10 روز طول میکشه تا شارژ بشه و چه بسا در روزهای ابری همون یه اسنپ